المسألة السادسة، مسألة ششم، ثبوت دخول شهر رمضان و انقضاؤه، ثابت شدن آغاز ماه رمضان و انجام آن. بدونید برادران و خواهران گرامی که آغاز ماه رمضان با دیدن هلال یعنی ماه نو ثابت می شود. خواه شخص خود همین ماه را ببیند یا دیگری با دیدن آن شهادت بدهد یا خبری با اینها برسد که ماه دیده شد. اگر یک مسلمان عادل با دیدن این ماه رمضان شهادت دهد، بر همه لازم میگردد که از آغاز دیدن آن ماه روزه را شروع نمایند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصم، پس هر کی از شما این ماه را دریابد حتما روزه بدارد. سوره بقره آیه 185. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا رأیتموه فصوموا، اگر شما این هلال ماه رمضان را دیدید پس روزه بدارید. بخاری تحت رقم 1900 و مسلم تحت رقم 1080 روایت کردند. و حدیث ابن عمر همچنین رضی الله عنهما گفتند که من پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را از دیدن هلال رمضان خبر دادم. اخبرت نبی صلی الله علیه و سلم، از دیدن ماه رمضان من پیامبر را خبر دادم. پس روزه گرفت، پیامبر الله روزه گرفت و مردم را بر روزه گرفتن امر کرد. روایت ابی داود تحت رقم 2342 و حاکم این حدیث صحیح دونستند. اگر ماه رمضان هلال دیده نشود یا مسلمان عادل با دیدن آن شهادت ندهد، خبر ندهد، یعنی باید شماره ماه شعبان را 30 روز پورا کرد. 30 روز ماه شعبان را ما پورا نگاه می‌داریم، از آغاز ماه روزه گرفتن را شروع می‌نماییم. پس اول دیدن هلال است، دیدن ماه. اگر ماه دیده نشد، ماه شعبان را 30 روز کامل میکنیم، سپس روزه می‌داریم. و دلیل آن فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که صوموا لرؤیته، پس با دیدن هلال، با دیدن ماه رمضان روزه بگیرید گفتند. و افطروا لرؤیته، و با دیدن آن افطار کنید، روزه را بخورید. فإن غبی علیکم، اگر هلال بر شما پوشیده شد یعنی دیده نشد، زیر ابر ماند، یگام حالت دیگری، فاکملوا عدة شعبان 30 گفتند، پس شماره شعبان را 30 روز پورا کنید. روایت بخاری تحت رقم 1009 و مسلم تحت رقم 1081. پس انجام ماه رمضان با دیدن هلال ماه شوال با شهادت دو مسلمان عادل ثابت می شود. اگر دو کسی شخص عادل دیدن که ماه برآمده است، ماه شوال، الکی روزه به اتمام می‌یابد. دو مسلمان عادل با دیدن هلال شهادت ندهند، اگر بر شماره ماه رمضان را ما 30 روز پورا کامل می‌نماییم.